و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. کسی حکمت داده شود و خیر بسیار داده شده است. بهترین نعمت الله تعالی علم است. بنابراین به بنده و الله تعالی وقتی که به درجه اولیا رسید فهم میدهد، کشایش در علم میدهد. مسئله هایی که دیگرها نمیفهمند برایش یک عالم از دیگر عالم فرق میکند. حتی بعضی مسئله هایی هست که شما همون مسئله میدانید، بارها خواندید، حفظ کردید، شنیدید، از دیگر عالم ها شنیدید، یکی از یک عالم میشنوید به شما تاثیر میکند یا با یک دقت عجایب گوش میکنید. این چی فرقیت؟ یعنی فرقیت بیهوده نیست. او برای آنکه در نفس خودش یکی آنها اولیاتر است، ولی به الله تعالی نزدیکتر است. وقتی که بنده به الله تعالی نزدیک میشد، الله تعالی برای او علم میدهد. من انواع العلوم و المکاشفات، خیلی های علم میدهد، از دیگر علم ها با خبر میکند. مکاشفات، بعضی چیزهایی که به دیگر آدم ها معناهایش مخفی هست الله تعالی میکشاید. این کرامات اولیاست، احترام الله تعالی هست. این